دوستانیم برد چاپ کردم برای جزئی کشی. خیلی برد خفنی تا به این حال چاپ کردم، یعنی از خودم اصلا انتظاری نداشتم. گفتم به شما معرفیش کنم. 5 تا کاهنده میخوره. این 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 اینجا هم آداپتور، برد آداپتور میخوره این برد که برق مستقیم رو تبدیل کنه به 12. این یه دونه خودم ماژول LCD شو روی برد طراحی کردم، درست کردم. سنسور میخوره اینجا، سنسور رطوبت. این ماژول ها هم خودم طراحی کردم، ماژول رله هستن، رله ها رو فعال میکنن. این مثلا برای اشتباه نکنم لامپ، این رطوبت، این فن، این موتوره. نه این دوتا موتوره، آره این سه تا کلا موتوره به این شکل. و احساس میکنم تا به این حال برد بسیار جالبی خلق کردم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. میفرستم خودشو درست کنم کامل، میفرستم براتون فیلماشو.